بحران آفرینی یا بحران مدیریت. در هر جای جهان اتفاقات و رویدادهای طبیعی امری عادی و خارج از اراده انسان است، اما نحوه تعامل انسان با این پدیده ها جای حرف و حدیث بیشمار دارد. روزانه از طریق رسانه ها همگی در جریان این مسائل قرار می گیریم و با شدت و ضعف آنها کمابیش آشناییم. در کشورهای مختلف و ساختارهای سیاسی مسئول در تعامل و همکاری مردم و مسئولین و استفاده از تکنولوژی و بهره‌گیری از تجارب گذشته خسارات این اتفاقات را به شدت کاهش داده و حتی در گاهی موارد آن را نیز به صفر رسانده‌اند. اما در سیستم‌های منفک از مردم و نامسئول سیر این رویدادها به گونه‌ای دیگر است. در سیستم‌های متکی بر اراده مردم و مسئول، علاوه بر تلاش برای کاهش خسارات ناشی از آن رویدادها، اراده همگانی بر این است و اجرا می شود که در سریعترین زمان ممکن آثار فیزیکی، روانی، مالی و غیره را ترمیم نمایند. اما با تجربه‌ای که از رژیم اسلامی حاکم بر ایران داریم، در کدام یک از این عرصه ها درست عمل کرده است؟ آیا همواره به جای کمک به موضوع و عمل به تعهد و مسئولیت‌های خود مانع نبوده، مانع تراشی و سنگ‌اندازی نکرده است؟ تجربه تمام مدت عمر این رژیم بیانگر ناکارآمدی، عدم لیاقت، بی‌مدیریتی و فراافکنی است و آن را ناشی از قضا و قدر و مشیت الهی معرفی می‌کند. مضحک‌تر از این نیز این است که حتی اشتباهات عیان و فاحش خود نیز در همین حوزه توجیه و تعریف می‌کند. دیروز اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی، در مصاحبه‌ای با شبکه خبر از استان خوزستان جملاتی بیان می‌کند که انسان نمی‌داند به حماقت چنین مسئولان و سرانی بخندد یا بگرید. او می‌گوید دولت ایران قوی و ثروتمند است. کشور ثروتمندی مثل ما برای همچنین حادثه‌ای دستش را برای کمک دراز نمی‌کند. ما برای سیلاب‌ها محدودیت منابع نداریم. جناب جهانگیری به ما نمیگوید اگر چنین است که بله هست، پس مشکل کجاست؟ سراسر تاریخ عمر 40 ساله حکومت مافیایی که شما نیز عضو مؤثر از آن هستید چنین است. اگر منکر این موضوع هستید، کافی است سری به مناطق جنگی استانهای غربی ایران بزنید یا با بازدیدی از رودبار و منجیل و بم شاهد میزان جدیت حکومت تکیه بر ثروت‌های بیشمار ایران در بازسازی آن مناطق باشید. از اینها گذشته، با وجود تعیین 3 بار وعده برای انجام بازسازی تام و تمام مناطق زلزله زده کرمانشاه و فرستادن مردم به خانه‌هایشان، امروز چه می‌بینیم و از زبان خود مردم زلزله زده آن مناطق چه می‌شنویم؟ دولت کجاست آقا؟ کمک دولت کجاست؟ 4 تا ماشین به من نشون بده. چند تا سرباز اونجا بود گفت آقا مال سپاس. گفتم چرا میگی مال سپاس؟ مال سپاس کجاست؟ مال ملت. تا چه میزان به وعده و وعیدهای خود متعهد و پایبند بوده اید؟ تقبل هزینه بازسازی جنگ لبنان و سوریه و گسیل پول و امکانات برای آنجاها اولویت شماست یا مردم خود ایران؟ اگر محدودیت منابع ندارید که صحیح است، پس چرا فکری برای زیرساخت‌های امنیتی و حفاظت از جان و مال مردم ایران صورت نمی‌گیرد؟ چرا حکومت مورد وثوق شما در مسیر حمایت و مشارکت مردم برای حمایت از یکدیگر مانع تراشی می‌کند؟ در این روزها میشنویم و میبینیم که ادعا میکنید مردم باید اخبار صحیح رخدادها را از صدا و سیمای ملی شما پیگیری کنند، اما همواره یا انکار میکنند یا تکذیب میکنند و یا بعد از خاتمه فاجعه و حصول اطمینان از
نوش دارو بعد از مرگ سهراب را تجویز می کنید. این روزها مردم همه سرگرم چگونگی کنار آمدن با مشکلات خویشند و رژیم هم دقیقاً این مشغولیت و درگیری روانی را برای مردم می‌خواهند تا از پرداختن به عامل اصلی این فجایع آنها را باز دارند. حال وظیفه مردم شناخت دشمن واقعی خود و تلاشی همگام و قاطع برای از میان برداشتن این معضل یک باره و برای همیشه است.